در مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه دیوشتی جهت آمادگی به سال نو خوانش کارهای تعمیری ادامه دارد. طبق اطلاع ماموریت مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 13 با دستگیری کمیته پدر مادران سال گذشته 9 تریزه امسال باز 9 تریزه دیگری مؤسسه را نو کرده و تعمیر جاری صنفخانه‌ها، تالار ورزشی و مجلسگاه به انجام رسیده است. مؤسسه مذکور از 2 بینای تعلیمی و 26 صنفخانه عبارت بوده. در آن بیش از 1100 نفر خوانندگان در 2 بست به تحصیل فرا گرفته می‌شوند. بنا به معلومات راهبری مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 10 جامعه آموزگاری و کمیته پدر مادران عزم دارند که روزهای نزدیک کارهای تعمیری مؤسسه را به انجام رسانند. با تعمیر مؤسسه از جانب کمیته پدر و مادران 35000 سومانی مبلغ جمع آوری کرده شده است. از این مبلغ هم فساد و هم فرش های مؤسسه تعمیر کرده میشوند. مسئله میز کرسی های نو نیز در مؤسسه از جانب پدر و مادران و شخصان سخاوت پیشه دستگیری کرده می شود. اساساً سال جاری فساد بیرون مؤسسه از جانب شخصان سخاوت پیشه و هم کمیته پدر و مادران تعمیر کرده بود و در سال آخری تحصیل از جانب پدر و مادران داخل بینا از تعمیر برآورده شده ایستاده است. وصل و نصب سیستم گرمدهی در بینای 2 آشیانه مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 1 شهرک قانچه به انجام رسیده. در آینده نزدیک بینای دکخانه نیز بنیاد و برای استفاده بری آماده خواهد شد. تا امروز یک قسم بیناهای این مؤسسه تعلیمی از تعمیر جاری برآورده شده، کاربری در 2 بینای دیگر دوام دارد. در مؤسسه ما زیاده از 470 نفر کودک تعلیم و تربیت گرفته ایستاده است. برای تعلیم و تربیت کودکان زیاده از 100 نفر مربیان، یاردمچیان مربی، کارمندان آشخانه فعالیت برده ایستادند. ما اهل کارمندان مؤسسه تصمیم گرفتیم که در سال خوانش نوی آماده ایستاده گروه ها را با شرایط خوب آماده نموده در آینده کودکان را خوب تعلیم و تربیت نماییم. در سال خوانش نو گروه های زبان روسی تشکیل کرده شده. موافق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دستور سپارش های آن کس را پیشبری نموده کودکان را با زبان های خارجی و زبان روسی تعلیم و تربیت دادن را تصمیم گرفتیم. با دستگیری والدین و صاحبکاران شخصان سخاوت پیشه این کار به عمل رفته ایستاده است. حالا تعمیر سیستم ها با نوبت گذرانده شده ایستاده است. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی هم نیز به این کار بی‌طرف نیست، ما را دستگیری کرده مسئله مبلغ گذرانی رفته ایستاده است. تدبیرهای در مؤسسه‌های تعلیمی اندیشیده شده با مقصد بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت و به کمال رسانیدن نسل وطندوست و میهن‌پرور روانه گردیده. در این سمت سهم مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، راهبری مؤسسه‌های تعلیمی و آموزگاران، کمیته پدر مادران و صاحبکاران و سخاوتمندان نظررس می‌باشد.